الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. المدخل الحاجة الى المنطقه. کی کتاب نداره؟ چرا؟ نداری اصلا؟ الحاجة الى المنطقه. خلق الله الانسان مفطورا على النطق وجعل اللسان آلة ينطق بها ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها. فیحتاج اولا، می فرماید که المدخل. نگاه که آقا جان، مدخل چی رو میگن؟ مدخل دالان ورودی رو میگن. الان همین خانه رو شما نگاه کنید، همین مدرسه رو، وقت از در داخل میشه تا پای پله ها یک دالانیه. دالان که میفهمین چی؟ یعنی یک راهرویه که سقف داره، درسته؟ عربا به اون میگن مدخل. اون میشه مدخل ای خانه. مدخل یعنی محل دخول، اسم مکان اینجا، یعنی مکان دخول. شما داخلی خانه میشه، از کجا داخل میشه؟ از داخل مدخل. از این پنجره که نمیگی، از هوا که نمیگی، از یک جای ورود پیدا میکنی، از یک دالانی، از یک دری وارد میشه، درسته؟ اوردش میگن مدخل. آقای مظفر رحمت الله علیه میفرماید قبل از این که ما وارد بحث منطق شویم، ها هنا المدخل یا هازا المدخل یا اذکر المدخله، من ذکر میکنم مدخل را، محل ورودی به علم منطق را. حالا چرا این اسمش مدخل گذاشته؟ یعنی چند تا مطلبی است که بیان میکنه قبل از داخل شدن به بحث منطق. چند تا مسئله اسمی و مسائل گذاشته، اسمی و چند مطلب رو گذاشته مدخل. چرا اسمی رو مدخل گذاشته؟ چی گفتیم سید؟ چند تا مطلب رو در اول کتاب ذکر میکنه، میگه این مطالب محل ورود به منطقه. ما رو یعنی یه کار میکنه، آماده میکنه که شما وارد کتاب شوید. چند تا مطلب شما رو آماده میکنه که وارد این کتاب شوید. حالا چرا اسمی رو گذاشته مطلب؟ خیلی از کتاب‌ها اسمی رو میذاره مقدمه. همون مقدمه یا مقدمه. حالا یک جایی که رسیدی میره توضیح میدیم. این آقا اسمش میذاره مدخل، یعنی همون مقدمه. چرا اسمی رو گذاشته مدخل یا چرا اسمی رو میذاره مقدمه؟ حالا مقدمه چرا میگن بعداً توضیح میدیم. چرا اسمی رو گذاشته مدخل؟ یعنی به دو جهت. جهت اول اینه که به خاطری که مطالب خیلی مهمه، همونطوری که مدخل مهمه. مدخل یک خانه چرا مهمه؟ خب اگه تو مدخل نداشته باشه همین خانه، میتونی داخل این خانه شوی؟ مدرسه درش بسته میمانه. فایده ای میده ای؟ نه. اگر این مدخل، یعنی میخواد بگه اگر این مطالب مرا تو نخوانی و یاد نگیری، کنه که وارد منطق نمیتونی شوی.
نمیتوانی وارد منطق شوی، محاله. با قول عربو میسر نمیشه، مگر تو که پرواز کنی از هوا بی داخل خونه، یک آبی چیزی بخور که زود خال شد. خب خدمت انظور شما عرض شد که پس مدخل، چرا اسمی مطالب مدخل گذاشته؟ میگه به خاطر که همونطور که مدخل یک خانه مهمه، این مطالبی ما چیه؟ مهمه. همونطوری که بدون مدخل خانه نمیتوانی داخل خانه شوی، اینجا بدونی که این مطالب یاد بگیری وارد منطق شده نمیتونی. یک. دو، خوب گوش کنید، مقدمه یا مقدمه علم، باز بعدا توضیح میدیم فرق مقدمه علم مقدمه کتاب. حالا مقدمه، در مقدمه واجبه. چیه؟ واجبه 3 تا مطلب ذکر شود. قبل اینا که بودن 8 مطلب ذکر میکردن، بهش میگفتن رؤوس ثمانیه، سرهای 8 دانه. بعدا در مرور زمان از اینا حذف شد تا فعلا رسید 3 تا. یعنی 3 تا رو باید ذکر کنی. آقا جان 3 تا رو واجبه که در مقدمه چی کنی؟ ذکر کنی. اون 3 تا چیه؟ یکی موضوع علمه، یکی تعریف علمه، یکی غایت اون علمه، یعنی هدف فایده اون علمه، غایت علم. چند تا چیز شد؟ موضوع، تعریف، فایده یا غایت. غایت علم. در مقدمه واجب این 3 تا رو چیکار کنی؟ ذکر کنی. چرا واجبه؟ بعداً میگیم. واجب ذکر کنی. آقای مظفر رحمت الله علیه یکی از اینا رو ذکر نکرده، موضوع رو اینجا ذکر نکرده، به خاطر همین اسمش نذاشته مقدمه. اگر اسم ای رو مقدمه میذاشت ما داشت اشکال میکردیم، میگفتیم خب مقدمه اون است که 3 تا چیز واجبه دیش ذکر کنی، تو که فقط 2 تا چیز آورده، یکی تعریف، یکی غایت. موضوع رو اینجا نیاورده، موضوع منطقه نیاورده. گرفتی؟ پس نمیتونست اسمشو مقدمه بذاره. اسمشو چی گذاشت؟ گذاشت مدخل. فهمیدی؟ مقدمه اونه که این 3 تا واجبه در او ذکر شود، ویلو مقدمه نیست. پس به خاطر این اسمشو مقدمه نذاشت، اسمش گذاشت مدخل. حالا اگر یک نفر از شما سوال کنه چرا گفت مدخل، میگیم خب من اول اینکه به خاطر اهمیته، میخواد بگه همون طوری که یک خانه، یک مدرسه رو نمیتوانی داخل شوی الا که از مدخل وارد شوی، علم منطق هم همینطوریه، نمیتونی وارد علم منطق شوی الا که این مطالبی که من اول گفتم اینا رو بخوانی. پس به خاطر اهمیت اسمش مدخل گذاشته. یک ده میگه ممکن یک جواب دیگه اینه که نه، اگه اسمش میذاشت مقدمه دیش اشکال میشد. مقدمه واجبه که در رو چند چیز ذکر شوه؟ 3 چیز، موضوع، تعریف و غایت. و اینجا موضوع رو نیورده، به خاطر اسمش مقدمه نمانده، اسمش گذاشته مدخل. این از کلمه مدخل. و چی صرفیش هم گفتیم که مدخل ظاهرا اسم مکان باشه. تمام. خلق الله الانسان مفطورا علی النطق. نگاه که آقا جان ما یک دورنمای از صفحه شما بگم، یک صفحه 2 صفحه ما چی میخوایم بخوانیم؟ ما میخوایم توی یک صفحه 2 صفحه اینو بخوانیم که منطق مهمه و اینو میخوایم بخوانیم که مل حاجت الی المنطق، چی حاجتی به سوی منطق داریم؟ چرا منطق میخوانیم؟ منطق چی فایده ای داره؟ برای چی منطق میخوانیم؟ چیست حاجت ما به سوی منطق؟
چرا ما به منطق نیاز داریم؟ خلاصه یک صفحه دو صفحه میخواد همین رو بگه. خیلی قشنگ بیان میکنه، واقعا اینجا خیلی زیباه. با یک تمثیل، با یک مثال، با یک تشبیه جالب میاد رو تفهیم میکنه، توضیح میده. میفرماید که نگاه کنین آقا جان، یعنی کأنه مستشکل آمده اینجوری اشکال میکنه. یعنی شما فکر کنید یک اشکال کننده اینجا هست، این آقای مستشکل اینجوری اشکال کرده. گفته خب ما چی نیازی به سوی منطق داریم؟ و حالون که قبل از ارسطو و سقراط که منطق جور کردن، هم مردم منطقی فکر میکردن. شما الان برید سری کوچه و بازار، همه مردم منطقی گپ میزنن، و حالی که منطق نخواندن. خیلی هاشون چوپانه، دهقانه، مغازه دار. چی نیازی ما منطق داریم؟ چرا ما منطق میخوانیم؟ و حال که منطق در وجود ما هست. منطق فطری ماه. فطری که میدونید چی؟ یعنی در وجود ما هست. مثلا حرف زدن الان فطری ماه، جزی فطرت ما شده. ما میتونیم راحت صحبت کنیم. اینطور نیست که یک نفر گفته باشه آقا تو صحبت بکو، صحبت کردن با ما یاد داده باشه. نه، در مرور زمان ما اصلا خودمان نمیدونیم که صحبت کردن یاد گرفتیم، همینجوری یاد میگیریم. منطق هم همینطوریه، مثل جریان خون در رگ ها میمانه، در اختیار ما اصلا نیست. همینطور منطق یاد گرفتن هم همین رقمیه، در اختیار ما اصلا نیست، در مرور زمان یاد میگیریم. چی نیازی به منطق داریم؟ این با یک تشبیه خود همین توضیح بده. میگه تشبیهش همینه که میگه آقا چطور شما صحبت کردن، الان ما صحبت میکنیم، در اصل صحبت کردن فطری ماه، ولی ما برای همه اصل صحبت کردن هم نیازی به تمرین داریم. خوب صحبت کردن هم. اگه بخواد خوب صحبت کردن یاد بگیره یا زود بخواد یاد بگیره، نیاز به معلم داره. مثلا دیدی بچه های کوچیک اول زبان دیش یاد میدن، مثلا میگه بگو بابا، نمیدونم بگو مادر، بگو نمیدونم فلان چی. دیش کم کم در مرور زمان یاد میده، دیش تمرین میده. میگه منطق هم همین رقمی. یا اولا. ثانیاً نگاه کن، تویی که صحبت میکنی آیا واقعا همه کلمات درست ادا میکنی؟ نه، خیلی از کلمات را غلط ادا میکنیم. نیازی به چی داریم؟ به تمرین داریم. نیاز به یک علمی داریم، نیاز به صرف و نحو داریم که این رو درست بکنیم. منطق هم همین رقمه. درست ما منطقی فکر میکنیم، ولی اینطور نیست که همیشه درست فکر کنیم. خیلی وقتا غلط فکر میکنیم. به خاطر این نیاز به منطق داریم. منطق تصحیح فکره، فکر ما رو صحیح میکنه، فکر ما رو درست میکنه. خب این رو بسیار توضیح میده مفصل، ما رو از روش بخوانیم بهتر. الحاجة الی المنطقه، اینجا یک ما به تقدیره، یعنی ما الحاجة الی المنطق، یا ما هو الحاجة الی المنطق، یک مبتدا به تقدیره. چیست؟ ما استفهامیه، محلا مرفوع مبتدا. چیست حاجتی به سوی منطق؟ بگو شیخ مهدی. چیست حاجت ما به سوی منطق؟ چیست حاجت به سوی منطق؟ مال حاجت الی المنطق، چیست حاجتی ما به سوی منطق؟ چی حاجت داریم به سوی منطق؟ چی نیاز داریم به منطق؟ خلق الله الانسان مفطورا علی النطق، خلق کرده خداوند انسان را مفطور بر نطق. خلق میتونه به معنی جعله باشه، بعضی وقتا خلقه به معنی جعله میاد، یعنی قرار داده خداوند انسان را، یا خلق کرده خداوند انسان را. چون این خلقه به معنی جعله، جعله دو مفعولیه، این میتونه دو مفعولی باشه، این مفطورن مفعولش باشه، مفعول دو، و میتونه مفطورن حال باشه. این خلقه یک مفعولی به معنی خودشه، خلقه به معنی خلق کرده، نه خلقه به معنی جعله. خلقه اگه به معنی جعله باشه، چون جعله دو مفعولیه، این میشه دو مفعولی.
میشه خلقه الله فاعل، انسان مفعول اول، مفعول مفعول دوم. ولی اگه خلقه به معنی خودش باشه، خلقه میشه فعل، الله فاعل، انسان مفعول به ذل حال، مفطورن حال. درسته؟ علن نطق متعلق مفطورن. خلق الله الانسان، خلق کرده خداوند انسان را مفطورا علی النطق، یعنی در حالی که فطرتاً بر نطقه. فطرتاً بر نطقه یعنی در درونش نطق خوابیده. حالا این نطق کدامه؟ نطق دو جور میتونه باشه. یک نطق ظاهری ما داریم، منظور از نطق ظاهری هم صحبت میکنیم. یک نطق باطنی داریم. نطق باطنی هم فکر کردنه. فعلا اینجا نطق ظاهری رو داره صحبت میکنه، از اون قرینه‌ای که لسان میگه. درسته؟ یعنی همونطوری که خداوند نطق ظاهری ده ما فطریه، ما نمیدونیم. شما کی زبان یاد گرفتی؟ میدونی کی یاد گرفتی؟ کی صحبت کردن یاد گرفتی؟ نمیدونی. در مرور زمان همجوری یاد گرفتی. این قوه، این قدرت در درون شما بوده و شما کم کم در مرور زمان این رو بروز دادید. مثل تشنگی، گرسنگی در وجود ما هست. درسته؟ اینطوری خلق الله الانسان، یعنی خلق کرده خدا انسان را مفطوری بر نطق، مفطوری بر نمیدونم خدمت شما عرض شد که صحبت کردن، مفطوری بر، یعنی فطرتاً اینطوریه. فطرتاً که فهمیدین چی؟ فطرتاً یعنی درونن، یعنی خداوند انسان رو طوری خلق کرده که در درون انسان قرار داده نطق را. مفطوره. مفطور میدونی اسم مفعوله، یعنی فطرت شده، در داخلش قرار داده شده. قرار داده شده. خب نطق در داخل انسان. و جعل اللسان آلتا. حالا مرا یک دقیقه نگاه کن آقا جان، اینجا نگاه کن. خداوند حکیمه. حکیم وقتی یک کار میکنه کار تکمیل انجام میده. حکیم کسی رو میگن که هر چیزی در مکان خودش قرار بده، در جای خودش قرار بده. درسته؟ مثلا خداوند تشنگی رو در وجود ما قرار داده. اگر خدا تشنگی رو قرار میداد ولی آب رو خلق نمیکرد، میتونستیم بگیم خدا حکیم یا نه؟ این با حکمت خدا نمیسازه. میگیم آقا یک چیز، مثلا در جور که تخته رو جور نکردی، مثلا طرف در جور کنه ولی اون چارچوبه در جور نکنه، خب ما در چجوری جنس کنیم؟ میگیم آقا تو آدم حکیم نبوده، کسی که در جور کرده آدم حکیمی نبوده. در فکر کرده ولی در چارچوبش فکری نکرده. ممکنه در دیوار که رو میخونی میفته فرق. درسته؟ حکیم اونه که درست میکنه، فکر اونی جیش دیگه شما انجام بده. خداوند عزوجل وقتی گرسنگی رو در وجود ما قرار داده، نان قرار داده. درسته؟ غذا رو قرار داده. خداوند وقتی به ما در فطرت ما نطق قرار داده، صحبت کردن در وجود ما قرار داده. اگر به ما زبان نمیداد، اومد تو حرف زدن دادم، قدرت حرف زدن دادم ولی زبان نمیدیم، این با حکمت خدا نمیسازه. خداوند ما قدرت فکر کردن نمیداد ولی ذهن نمیداد، این از حکمت به دوره. گرفتی یا نه؟ اینجا همه رو میگه خدا برای ما نطق قرار داده، ابزارش هم قرار داده. این تو نیست که نطق داده باشه بعد زبان نمیداد، این با حکمت خدا نمیسازه. یکی از چیزهایی که در وجود تمام بشر هست بلا استثناء، شما میتونید در وجود امیر احساس بکنی، زیاده خواهیه. زیاده خواهی یعنی کمال خواهی. همه ما کمال دوست داریم ولی اصلا درس نمیخوانیم. کمال خواهی بشر به دنیا تکمیل نمیشه.
تو همه دنیا رو به یک نفر بدی قانع نمیشه. همینجوری ها، همه دنیا رو به یک نفر بدی قانع نمیشه. میگه آقا کره میریخ هم دمه بدی، الان بشر در میریخ داره دست درازی میکنه، کره مار هم بدی. بشر کمال خواه، یعنی این حسه و این ویژگی رو خداوند در وجود ما قرار داده. نمیشه که خدا این حس و این ویژگی را در وجود ما قرار داده باشه، این قدرت را، بعد یک چیزی بی منتها خلق نکرده باشه. میگه یک از راههایی که میفهمیم، اول که باید ثابت کنیم خدا حکیمه، از راه حکمت خدا در میاریم که قیامت هست، بیشت هست، بیشت نامنتهاه. چه از کجا میفهمیم؟ از همین قدرت درونی ما میفهمیم. ما در درون خودمان کمال خواهیم. نمیشه یک جای مثلا بگیم آقا جون کمال ما به این دنیا ختم نمیشه، ما به دنیا راضی نیستیم، پس باید خداوند یک جای دیگر خلق کرده باشه که تا ما این حس در اونجا ارضاء کنیم، این حس رو به کار ببریم، در این حسی ما تکمیل شه. نمیشه. چرا؟ چون از حکمت خداوند به دوره. اینجا هم همیری میگه خدا نطق در وجود تو قرار داده، نمیشه ابزارش قرار نداده باشه. خلق الله الانسان مفطورا علی النطق و جعل اللسان. قرار داده. کی قرار داده؟ خداوند تبارک و تعالی. اللسانه، اینجا دیگه جعل خود مفعولیه دیگه، قرار داده این لسان را آلتن. میدونی یک جعل دو مفعولی داریم، یک جعل یک مفعولی. و جعل اللسان آلتن، یک جعله به معنی ساره داریم. به نظر 4 تا جعله داریم، یک جعله ظاهرا لازم هم داشته باشیم. ما 4 تا جعله داریم، حالا حداقل 2 تا شما خواندین دیگه، یک جعله یک مفعولی، جعله دو مفعولی. قرار داده لسان را آلت. آلت یعنی ابزار. این ویژگی در وجود ما قرار داده، بعد ابزارش هم داده که باید صحبت بکنیم، ولی زبان نمیداد. اون حس چی به درد ما میخورد؟ هیچ. و جعل اللسان آلتا ینطق بها، آلتی که این صفت داره، این جمله ینطق بها جمله صفت میشه برای آلتن. جمله بعد از نکره میشه صفت. قرار داده لسان را ابزاری که نطق میکند اون انسان. از کجا آوردیم اون انسان را؟ بها باریکل فاعلی هست. او بها که برمیگرده با آلت، او انسان که مؤنث سید دار. اون انسان نطق میکند اون انسان به سبب اون آلت. یک آلتی رو قرار داده که به سبب اون آلت نطق بکنه، یعنی این ویژگی رو قرار داده و ابزارش هم به ما داده. ولکن خب اینا همین تمام، یعنی خدا صحبت کردن در وجود ما قرار داده، ابزارش هم داده، نیاز ما به هیچ آموزش نداریم؟ نه، اینطوری نیست. اگه کسی بخواد صحیح صحبت بکنه، این نیاز به تمرین داره، نیاز به تمرین دهنده داره، نیاز به علم داره، نیاز به کتاب داره. درسته یا نه؟ ولکن این ولکن که میدونی، لاکن برای استدراکه. استدراک جواب یک اشکاله، طرف اشکال میکنه، میگه همین تمام، یعنی همین که این ویژگی رو در وجودی ما قرار داده، ابزارش هم داده دیگه تمام خلاص؟ میگه نه. ولکن مع ذالک. بگو یعنی چی مع ذالک؟ یعنی با این که این ویژگی رو در وجود ما مفطور قرار داده، در فطرت ما صحبت کردن هست، ابزارش هم داده، با این حساب یحتاج، بازم انسان چی داره؟ نیاز داره. به چی نیاز داره؟ یحتاج الی ما یقوم نطقه. احتیاج دارد به سوی یک چیزی که تقویت بکند اون چیز نطقه. نطق بارکالله، نطق اون انسان را. باید یک چیزی احتیاج داریم که او را تقویت بکند. یعنی ما صحبت کردن بلدیم،
ولی خوب بلد نیستیم. دیدی خبرنگارا چطور صحبت میکنن؟ اونو تمرین کردن، یک کسی رو تمرین داده، اون دنبال اون چیزی احتیاج داشتن رفتن. مع ذالک یحتاج الی ما یقوم، احتیاج دارد انسان به سوی اون چیزی که یقوم نطقه، به سوی چیزی که تقویت میکند اون چیز نطق انسان را. و یصلحه، ایرعت کده او یقومو، یعنی احتیاج دارد به سوی چیزی که اصلاح میکند اون چیز اون نطق را، نطق اون انسان را، او رو اصلاح میکنه. اگه غلط تلفظ میکرد دیش یاد میده. چیزی احتیاج داره جایی که اشتباه تلفظ میکنه دیش بگه. خب حالا یک سوال، چرا احتیاج داره به سوی یک چیزی که تقویت بکنه نطقش را، اصلاح بکنه؟ میگه خب بابا جان برای درست صحبت بکنه. این دیگه چه سوالیه؟ ما احتیاج داریم به سوی یک چیزی که نطق ما رو تقویت بکنه. تقویت بکنه که میفهمه این چی؟ یعنی درست صحبت بکنه، اصلاح بکنه نطق ما رو. چرا ما به سوی احتیاج داریم؟ این دیگه چرا نداره؟ برای که کلاممون صحیح باشه، برای که کلام ما طبق همون لغت باشه. اگر لغت فارسی صحبت میکنیم طبق همون صحبت کنیم، اگر عربی صحبت میکنیم طبق عربی صحبت بکنیم. درسته یا نه؟ لیکونه، برای این که از کجا میارم؟ بارک الله، احسن. حرف جر که سر فعل داخل نمیشه، اینجا یک ان به تقدیر تحویل مصدر میره، اینجا لام جاره سر تحویل مصدری داخل شده. لیکونه، برای این که باشد، برای این که شیخ مثلا این که را کجا آوردم؟ ان به تقدیر ان این که ترجمه میشه. برای این که باشد کلامه، کلام انسان علا طبق لغت، بر طبق همون لغتی که خوش تلفظ میکنه بر طبق همون باشه. یک معیار میخوایم ما، یک وزن میخوایم، یک خطکش میخوایم که طبق او باید صحبت بکنه. خب لیکون کلامه، لیکون که فهمیدی چرا یکونه خواندیم؟ چون ان نصب میده، ان مقدر. لیکون کلامه، کلام اون انسان علا طبق لغت التي، بر طبق لغت اون چنانه ای که یتعلمها، می آموزد اون انسان اون لغت را. یک چیزی داریم نیاز داریم که طبق همون لغتی که می آموزه، مثلا اگر فارسیه طبق همون صحبت بکنه، اگر عربیه طبق همون صحبت بکنه. لیکون کلامه علی طبق اللغت التي یتعلمها، می آموزد اون انسان اون لغت را. من ناحیت هیئات الالفاظ و موادها، این رو باید یکم بیشتر گوش کنید. من ناحیت هیئات الالفاظ و موادها. نیا که آقا جان، اشتباه های ما معمولا دو قسم میشه در تلفظ. یا ما یک کلمه را اعرابش غلط تلفظ میکنیم، یا حروفش غلط تلفظ میکنیم. مثلا اشهد ان علی ولی الله را مثلا طرف میگه اشهد ان علی ولی الله، خب غلطه، به جای شین سین میگه. درسته؟ پس این ماده کلمه را غلط تلفظ کرده. یک وقتا نه، هیئتش غلط تلفظ میکنه. هیئت یعنی شکلشه، یعنی اوشه، حرکاتشه. درسته؟ اشهد ان علیین مثلا علیون میخوانه. درسته؟ پس غلطی ما یا در هیئت یا در ماده. ماده یعنی ریشه و کلمه را غلط تلفظ میکنیم. پس ما یک چیزی نیاز داریم که هم در ما ماده را یاد بده، هم در ما هیئت یاد بده. او چیزی که هیئتی کلمه را یاد میده نحوه، او چیزی که ماده کلمه را یاد میده صرفه. پس ما برای یاد گرفتن یک لغت نیاز به صرف و نحو داریم. تمام شد. این میخواستم میره بگم. لیکون کلامه، برای اینکه باشد کلام اون انسان علا طبق لغتی، بر طبق لغت التي، بر طبق لغت اون چنانه که یتعلمها، می آموزد اون انسان اون لغت را. از چه جهت رو می آموزه؟ من ناحیت هیئات الالفاظ، یا از ناحیه یعنی جهت،
از جهت هیئات الفاظ، هیئات یعنی اعراب و بنا و حرکات و سکنات اینا، و موادها و موادش یعنی ریشش. حالا علم لغت یا صرف عهدهداری این کارن. فیحتاجو اولا و ثانیا، این دو رو بخونیم بس. اولا الی المدرب الذی یعوده علی ممارستها، پس نیاز به یک استاد داره. یک. دو، نیاز به یک علم داره، طبق او علم بخونه تا یاد بگیره. اولا الی المدرب الذی، فردا میپرسیم اولا در ترکیب چی میشه. فیحتاج اولا، پس احتیاج دارد اولا الی المدرب، مدرب یعنی استاد، تدریب دهنده، تدریب یعنی تمرین، تمرین دهنده، مدرب اسم فاعله این تمرین دهنده. احتیاج دارد الی المدرب الذی، به سوی تمرین دهنده. تمرین دهنده مرحله اول تمرین دهنده که پدر و مادر تمرین زبان رو برای انسان تمرین، به بعد اساتید در مدرسه. الی المدرب الذی، به سوی مدرب اونچنانی که یعوده، عادت بدهد اون مدرب اون انسان را. عادت بده که میدونین یعنی تمرین بده که تا یه عادت کنه، صحبت بتونه بکنه، یعنی جزء فطرت شد، ملکش شد، عادت شد یعنی ملکش شد. الی المدرب الذی یعوده، احتیاج دارد به سوی مدرب اونچنانی که عادت بدهد اون مدرب اون انسان را علی ممارستها، بر ممارست اون لغت. ممارست که میدونین چی؟ ممارست یعنی همیشگی. مثلا میگه فلانی ممارست داره، در درس باریکالله استمرار داره، بر استمرار یه کاری میکنه که شما استمرار بتونید صحبت کنید. و ثانیاً الی قانونی، ما نیاز به قانون، قانون این خطکش، قانون بیشتر توضیح میدیم بعداً. الی قانون یرجع الیه یعصم لسانه عن الخطا، اینا رو باید کلمه به کلمه ترکیب و معنا میکنید با هم دیگه توضیح میدیم. الی قانون، او یحتاج رو بیار، یحتاج ثانیاً الی قانونی، به سوی قانونی که یرجع اون انسان الیه، به سوی اون قانون. نیاز به قانون داره که رجوع بکند انسان به سوی اون قانون. یعصم لسانه، یعصم به معنی نگه دارد، نگه دارد اون انسان لسانش رو عن الخطا، لسان خودش رو از خطا. و ذالک، و اون قانون کیه؟ و ذالک هو النحو و الصرف، او قانونی که به ما یاد میده که خطا نکنیم، زبان ما نگه داریم، او چیه؟ او نحو صرف است. اللهم صل علی محمد و علی محمد.